خبرهای تازه تاجیکستان و جهان از دفتر مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. سلام، شالایگل خوجه هستم و نخست از سرخط موضوع امروز 14 اوگوست شروع میکنیم. زمانی از محبس و تاجیکستان فرار کرد ولی اکنون خوجه کماندیر در خارج بازداشت شده و در پیشروی استرداد به وطن قرار دارد. تصمیم نوی حکومت این دفعه برای پایین بردن نرخ گوشت در بازارهای تاجیکستان قراری نو قبول شد. چرمای گوشتی، زوتی و اینچنین تمام نمود خوراک چروا از باج گمرکی و پرداخت انداز ارزش لاوشته آزاد گردید. از مهلت طولانی زندان تا حبس یکمری مادران محبوسان گمانبر در آشوب زندان خوجند به حکم دادگاه راضی نیستند. ما نیت خرابخوری داشتیم که سوید مون. بعد همین سوید موندن سلطه داد وای کن. شوهرم در پیشم بود. تا روزه ما هم خانه در ایستادیم. ای خانه نبرامدیم با. بعد نزدیک به 20 سال قرار داشتن در پایگرد خوجه کریمов یکی از فرماندهان سابق فرانت خلق بازداشت شد. او که در تاجیکستان به صادر کردن جنایت‌های وزنی در زمان جنگ شهروندی متهم می شود، سال 2000 از این کشور فرار نمود. تا آن دم خوجه کماندیر نایب اول فرمانده بریگاد مخصوص در وزارت دفاع و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود. میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه می‌دهد. خوجه کماندیر یکی از چهره‌های معروف و پرسر و صدا که یکی از کماندیران سابق فرانت خلقی تاجیکستان در روزهای نزدیک در شهر دبی بازداشت شد و مقامات انتظامی دبی او را بازداشت کردند و به مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در تماس شده در جریان گذاشتند. امروز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این خبر را رسما به رادیو آزادی تصدیق نمود. از جمله عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 14 اوگوست در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که در حقیقت خوجه کماندیر با نام رحیم کریمov در دبی بازداشت شده و فعلا مقامات انتظامی تاجیکستان از جمله اینترپل تاجیکستان مذاکره با مقامات دبی پیش برده ایستاده است تا اینکه شرط و شرایط و تاجیکستان استرداد کردن خوجه کماندیر را حل و فصل کنند. اما خوجه کماندیر در چه شرایط و کدام روز و با چی حالت بازداشت شده است هنوز مقامات تاجیکستان در رابطه با این مسئله اطلاع نمیدهند. خوجه کماندیر از سابق فرماندهان فرانت خلقی بود که در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان در قزل قلعه در ولایت قرغانتپه مشهور بود و با کشتار و تعقیب و گروگانگیری اصلا که تا هنوز از طرف مقامات انتظامی تاجیکستان مورد پیگرد قرار داشت جستجو میشد. در سالهای 1994 و 95 تا 96 تقریبا 2 مرتبه برای از بین بردن خوجه کماندیر در جماعت قزل قلعه در محل سکونت اون سویقه صورت گرفت ولی در هر دو نوبت وی جان به سلامت برد. در سال 1996 خوجه کماندیر که وکیل پارلمان بود در داخل پارلمان بازداشت شد ولی پس از 1-2 روز اون باز آزاد شد و بعد از همون به مالایزیا فرار کرد و تا حال حاضر اون در مالایزیا و به شهرهای دیگر حرکت میکرد و زندگی میکرد و یعنی که در خارج تاجیکستان حضور داشت اما از طرف اینترپل تاجیکستان مورد پیگرد قرار داشت. طبر مقامات تاجیکستان میگن و در کشتار 2 وکیل پارلمان سالهای پیشین سیارشاه شایف و بابیشاه شایف عیبدار دانسته می شود. همچنین و در کشتار نماینده دادگاه ولایت قرغانتپه با نام شکوروف نیز عیبدار دانسته می شود و همچنین و چندین عملهای جنایی نیز از خود صادر کرده با استفاده از ناآرامی های سالهای جنگ داخلی تاجیکستان دست به گروگانگیری و قتل و دزدی و غارت زده است. میرزا نبی خالقزاد گزارش میداد. بینندگان عزیز، ما تا حال نظری وکیل خوجه کماندیر را دسترس نکردیم و ثانیاً بازداشت در دبی معنی آن را ندارد که خوجه کماندیر حتما به تاجیکستان استرداد می شود. سرنوشت او را دادگاه دبی حل می کند.
манобеъ дар ҳукумати тоҷикистон тасдиқ карданд ки муҳлати сабти дубораи симкортҳо бо шиносномаи намунаи нав тамдид шудааст. Ин муҳлат то 15 август муқаррар шуда буд. Як манбаи муътамад дар ҳукумати тоҷикистон рӯзи 14 август ба радиозудӣ гуфт, муҳлати сабти симкортҳо бо шиносномаи нав барои чанд моҳи дигар тамдид карда шуд, вале ин ҳамсӯҳбати мо дақиқан нагуфт ки ин муҳлат то кай дароз карда шудааст. Тибқи дастури ҳукумат симкортҳоро фақат дар сурате ба номи соҳибаш дубора сабти ном мекунанд ки корти ҳуввият дошта бошад, на шиносномаҳои маъмулӣ ки то соли 2014 ба мардум медоданд. ҳоло бештар аз 3 миллион нафар аз аҳолии тоҷикистон шиносномаи маъмулӣ доранд ва даҳҳо ҳазор нафар натавонистанд то ин муддат шиносномаи худро иваз кунанд. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. برای به اعتدال آوردن نرخ گوشت در بازارهای تاجیکستان حکومت به قبول قراری نو وادار شد. اگر تا امروز مقامات طریق تعیین نرخ یگانه و یا تشکیل یارمارکا و کوشش داشتند نرخ‌ها را پایین بیارند، حالا از روی دیگر کار گرفتند. آیا اقدام جدید به نرخ گوشت تاثیر خواهد داشت یا نه؟ مولا رجب یوسفی و شعلای عبدالله تحلیل کردند. بالاروی منتظم قیمت گوشت حکومت تاجیکستان را وادار کرد که واردات چاروای گوشتی و خوراک چاروا را از باج گمرکی و انداز از ارزش علاوه شده آزاد کند. از 1 آگوست از روی دستور راهبر دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان واردات این سوال شما با علاوه میشد، واردات چاروای گوشتی ذاتی و اینچنین تمام نمود خوراک چاروا از باج گمرکی و پرداخت انداز ارزش لاوشته آزاد گردید. افزایش قیمت گوشت در 2-3 ماه گذشته یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. در این مدت نرخ گوشت از 40 سومانی تا 60 سومانی بالا رفت. حالا 1 کیلو گوشت را نه کمتر از $5 می‌خرید. گران شدن نرخ گوشت ظاهراً مشتریان گوشت فروشان را کمتر کرده است، چون در نقطه گوشت فروشی محله 33 شهر دوشنبه اکثر دکان‌های گوشت فروشی بسته هستند. قصابان برای قیمت بودن نرخ گوشت دلایل‌های خود را دارند، اما مردم همانا می‌خواهد نرخ این محصولات ارزان و برای آنها دسترس کرده شود. فعلا معلوم نیست که ایستگاه آخرین نرخ گوشت کدام است. ساکنان میگویند گران شدن نرخ گوشت دست آنها را در خریدن محصولات کوتاه کرده است. پیشتر اگر 5 کیلو می‌گرفتیم حدود 1 کیلو 2 کیلو می‌خریم. قصابان و گوشت فروشان که ملامت مردم را میشنوند در بالاروی نرخ خود را گناهکار نمیدانند و عامل‌های دیگری را دلیل می‌آورند. مال نیست، بازار قیمت هیچ که نمی‌بیاره، نمی‌فروشه. این خیلی دفیسیت گوشت پیدا میشه. نمی‌دونم بازار قیمته، بازار ارزان کنه گوشت فروشا بیارن فروشن. قصابان و تاجرانی که به خرید و فروش چاروا مشغولند میگویند کمچینی چاروا نه تنها موسمی به نظر میرسد، بلکه در مجموع سالهای اخیر گاو و گوسفند پروری کمتر شده است و مطابق با تقاضای افزاینده اهالی نیست. فعلا اهالی تاجیکستان اساساً از حساب چاروای خودی با گوشت تامین میشوند، اما قرار است روزهای نزدیک واردات آن از کشورهای همسایه از جمله قزاقستان شروع شود. حالا معلوم نیست تا کجا قرار حکومت با پایین آمدن قیمت گوشت در بازارها و بازگشت گوشت به دسترخوان مردم کمبیزات تاجیکستان مساعدت میکند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در مسکو امروز دادگاه شکایتی وکیلان سمرالدین رجبوف یک زاده تاجیکستان رو بررسی میکند. این جوان 21 ساله برای اشتراک در گردهمایی بدون اجازه در پایتخت روسیه و استفاده از زور نسبت به نماینده حکومت متهم است. خود رجبوف چنین اتهامات را رد میکند. صدرالدین رجبوف پدر سمرالدین در صحبت با رادیو زودی گفت پسرش از گیرودار سیاسی آگاهی زیاد ندارد و حالا او با کمک وکیلان دفاع تلاش میکنند بیگناه بودن فرزندش را در دادگاه اثبات نمایند. من باید یک دو بار گفتم که بچه خیتو دمی تو پریژ رنگ مدت تی نیورژن سپرایل گفتم که بچه اخته احتیاط کن، این وطنی ما نیسته، ما به وطنیم خدمو کلاب تا کار فرمان ناز خون ثبات ناز گیر خورجه بین در خورجه کدوم کسبو نقدن هم کسبه یادگیر برو را و ایراسیه باشه. سمرالدین رجبوف 2 август امسال با حکم دادگاه تا 27 سپتامبر به حبس گرفته شد. به او حد اکثر 11.5 سال زندان تهدید می نماید.
در همین حال گروهی از مادران محبوسان متهم در تشکیل اشوب محبس رقمی 3 خوجند به عنوان رئیس دادگاه عالی و وکالتدار حقوق انسان نامه دادخواهی نوشتند. آنها می‌خواهند قضیه فرزندانشان عادلانه بررسی شود. دادگاه عالی تاجیکستان گروه محبوسان گمانبر در این اشوب را به مدت طولانی زندان و بقیه را به حبس یک عمری محکوم کرد. در اشوب زندان خوجند در ماه نوامبر سال گذشته به حساب رسمی 25 نفر کشته شدند. جزئیات از سروینازی روح‌الله و شادمانیتی. برخی از نزدیکان متهم در اشوب زندان خوجند از حکم دادگاه راضی نبوده از مقامات طلب دارند پرونده آنها بازنگری شود. محبوسان گمانبر در این اشوب به مدت طولانی زندان، بقیه به حبس یک عمری محکوم گردیدند. مرافعه پس درهای بسته صورت گرفته است و حکم‌ها رسما اعلان نشدند. عاقل ما دولت و همسر امیرعلی دولتوف، نفری که رهبر اشوب اعتراف شده حکم ابد گرفته است، میگوید آن شب همراه شوهرش در زندان بوده است. روزی ششم ایستادیم، شب پرویرکا کردن، باز سحر روزی هفتم شد، 2-3 بار ما را پرویرکا کردن. شب هفتم نوامبر بود که باران بود، شاخنان بود. ما نیت خرابخوری داشتیم که سوید مون. بعد همین سوید موندن سلدتو داد وای کن. شوهرم در پیشم بود. تا روزه ما هم خانه دا ایستادیم. ای خانه نبرامدیم. با جا یک تمون تا خانه بدیم. بچه ها بسیاری هر کدک کورتیر خودش. عاقل ما دولت و میگوید پس از 11 روزی اشوب پای شوهرش به این حادثه کشیده شده است. امیرعلی دولتوف 6 سال پیش همراه با علی مراد مخانوف ساکن ناحیه رودکی با اتهام آمادگی به تیراکت دستگیر و به مدت 19 سال زندانی شده بود. همین قدر خلاصه دارم که ایامی پوچامون امید دارم که همین فرزند مرا یک بارک تفتیشات کنه، از هر دیله همین را ببینه که همین چی گناه داره. منابع رادیو آزادی گفتند که حکم دولتوف و 32 نفر از گمانبران دیگری اشوب آخر ماه ایول صادر شده است. با پیوندان محکوم شده ها نسخه حکم را ندادند. پیوندان آن چیزی را میدانند که از زبان خودی محبوسان هنگام وخوری شنیدند. پسر معجزه شاه مرادوف را 2 سال پیش برای قصد سفر به سوریه به 14 سال زندان محکوم کردند. برای شرکت در اشوب شب 7 نوامبر سال گذشته حکم او به 23 سال رسید. مادر جان حرکت کنید که با مقامات بالا مراجعت کنید، ما هیچ گناه هم نیست. گفتم تینگو ها کن شریک نه قطعی ما هیچی و گناهکار نیستیم گفته. گروهی از نزدیکان محکوم شده ها علاقه به وکالتدار حقوق انسان و دادگاه عالی شکایت کردند. مقصود صادقه و مادر فرهاد صادقوف ساکن شهر اصفهان میگوید به حکم قبلی پسرش 3 سال دیگر اضافه کردند. به گفته مادر پسرش آن شب در اتاق وخوری با همسرش بوده است. همون روز 5 زنش که بچه هاش آمد سویدن که 3 روزه به روز 8 سحر که برامدنش در کار بود، روز 8 نبرامد شام برفت. سانه گفت که ایشه بنجندم تی اندازک شدو و تا مرده های براورنه ما جوان نداد گفت. روز 8 بیگان و روز به های براورگی بعد مرده های سرانجام کردن. پیوندان متهمان در اشوب خوجند به بیگناهی آنها تاکید دارند و میگویند نزدیکانشان زیر شکنجه اعتراف جرم کردند. مقامات این ادعا را شرح ندادند. در صورت شرح رسمی مقامات آن را نشر میکنیم. بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. الهام‌الدین قربانوف یک کاربر رادیو آزادی با ارسال ویدیوی کودکی که در راه پیدا کردند از ما کمک خواست که دریافتن والدانش یاری رسانیم. این طفل تقریبا 5 ساله میگوید پدرش میرزا و مادرش زهرا نام دارد. پسر بچه را به گفته مؤلفان ویدیو در شهرهای وحدت دوشنبه در دهه شهرستان جماعت گلستان پیدا کردند و 2 روز باز است کسی او را سراغ نمیکند. نام کودک رو دقیق نمیدونند چون خودش بوتون میگوید و هم نمیدوند که در کجا زندگی میکند. معمولا کم اتفاق میافتد که کارمندان میلیسا در پیدا کردن والدین اطفال گم شده دستی کوتاه داشته باشند، اما چون این حادثه استثنایی است ما تصمیم گرفتیم نوار مذکور را نمایش بدیم. اگر نفری از شما والدین این طفل را میشناسد با رادیوی آزادی تماس بگیرید.
و در نویه سری آغوش قزاقستان صاحب اتوبوس 3 سال از آزادی محروم شد که ابتدای سال گذشته در نتیجه آتش گرفتن آن در شهرهای ولایت اقتیپه این کشور 52 مهاجر ازبک جان باختند. خدمات مطبوعاتی دادگاه نویه 13 اوگوست اطلاع داد که طلب جانب جبردیده‌ها قانع و شهروند 46 ساله قزاقستان اردوخان مختیف برای به استفاده دادن واسطه نقلیاتی کورنوشوی هم زندانی شد. خود مختیف در دادگاه گفت که از حکم راضی نیست. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوبتی برنامه تقدیمتان میگردد. گزارش و نوارهای روز را در آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شماست. فراموش نکنید فردا نویدی بامدادی داریم. تا فردا خدا نگهدار.